رولتون کدشکا بیرون ساسیسکا میارن میگم همین زهره میخره برام به همه کسلی هم پیش بچم داولینی نبود پیش کسلیای قان نبود برای چی که خدا نمیخوردن با خدا این خانه در اوقات خاموش بکردم نمیرم بگم که ای چقیشه خیلی بریم خدا بخوریم و نخود اوقات میلی سادگی بره خدا بخوری. گو داریم خیلی گو میجوشیم دوغ میکشیم اینا دوغ مونای شیر میپزیم جرغوت خو میکنیم بعد دوغ میکشیم مسکه میگیریم خیلی همین خیلی کاری دهم بهار ده بسیارتر ایوخه ها شیر در بهار ده بسیارتر میشود زمستان کم خیلی وابسته به شیر بسیارتر باشه مسکش هم بسیارتر کم باشه کم خیلی حوضی با ماشینه سویتی هم میکشند دوغه لیکن با این با مزه تر و خوبتره دوغ کشی با این چغدگی بیبیگیمون با مزه بهتره در اویله ما خیلی یک تگوی جوشو های در یک هفته یک بار دوغ میکشیم انا در همسایه ها در نزدیکی ها هست تایی سه تایی و یا خیلی بسیارتر میکشن خیلی مسکه در هم تمامای ملی بسیارتر در کار میشه فتی روغن میسود خورو توب با شیر چای استفاده میکنیم در دهه به گو مال نمی شود زندگی و مردمی دهه به همین گو مال دور شیر و دوغ همه وقت در کار در حیات انسان همین شیر و دوغ ما نمیخوریم با باقی ماندهش میفروشیم و سببای زندگی قطعی استفاده میکنیم اینجا یک سطیل شیر پختیم جرغوت خواه کردم یک کاسه چینی مسکه میگیریم خیلی بسیارتر باشه بسیارتر کم باشه کمتر پخته میشپیم کورپای عروسی میکنیم برای نویرومون میکنیم اینا میرسیم رشته میکنیم گلدوزی میکنیم امی رشته میکنیم جیکت میبفتم جیمپیر میبفتم اینا میاس پاو همه شخمه امی که مثال دخترمون بچه‌مون زن دادیم شو دادیم همه وقت میکنیم همه وقت پخته میشپیم در کورپا میندازیم ای مغازین خریدم بچه جون 7 تا گوده که بعدم خیلی کلون کردم به همین پخته جواب دادم با همسایه رو پیدا میکنیم بیای کورپای عروسا رو پخته کنیم همسایه میرون پخته میندازن
میدوزن کرپور خونه‌شون میرن میدوزن میبرن تنگ میزنن که عروس پگای دیگه جاوته روز بازار. هر روزه کاری زنهای دهه ما همین نامبندی، چپاتی، کلچه کلان، قلمه، فتیرهای ورقی با هست خیلی با فتیری اردگندمی شکراب میکنیم، با فتیرهای ورقی قروتاب میکنیم. دخترای ما از دوره مکتب خانی نامبندی، کلچه بندی رو از خود میکنن. یا عمر اینمی چیز تاجیکی خوردم اینمی خیلی خوردم پیش اردگندمی بود همه بامزه خمترش بود حالی دروزه رو میندازن خمیر دم میکنه همینم زهره این قرق سودا مینداختم که بوی ترشی بگیره همه اونای مرا تعریف میکرد بچه‌ام او قطعه مرا تعریف میکرد که خیلی تعریف کنم با در مکتب چند کمیسی میومد در خونی ما بود. چپاتی پختیم. چپاتی را ما بسیار با شیرچای با خام شوربا خوردنش با خوشتره. چی معرکه که در دهات ما شود به زنها این کار بود نمیشه. زنها همه کسا جمع میشیم همین یک تمون خمیر میکنیم یک تمون نون وای میکنیم لام میکنیم یک تا دیگرش باشد میبندد. خیلی بو یگون همسایه توی داشته باشد همین سرجم ما دستگیری کرده با همسایه نون و کلچه را تیار میکنیم. هر سال فصل بهار شود همه کسبه همون اجرا میکنیم تیاری به دلده میبینیم به آش توپه میبینیم به سمنک میبینیم و همه همی چیزایی که در نوروز چیه شیربرنج کلمه همه را تیار میکنیم. این خوراکی بهاری همه بهار شود همه آش توپه و دلده و همه سمنک همه را همه وقت ما تیاریم برای همین. تا آخری مایه ما همه کسب و چیزا را میکنیم علف های یعنی لبلبو همه اکروب پیاز سبز گشنیج شلخه همه را همشه تیار میکنیم در همه دلده میدوزیم که همه لذتش برویه. همه علف ها بسیار فایده‌ناک ایده همه اکروب همش همه فایده‌ناک برای هوای همه را ما استفاده میبریم بسیار. خوراک‌های ملی اینمی تاجیکی ما خوراک‌های ملی این اوموچ این ارزق ای اور تیار میشه او تیار میشه این اوموچ او میندازیم میمولیم ما میکنیم کاوتی میکنیم میگیریم اوموج میکنیم این حولو را
اوموج میمونیم به اوموج هم میشه فطیرم کنی میشه در روان سرخ میکنی خندو میکنی میشه و حولو اینه حولوی شیری حولوی شیری را شیر میندازیم شکر میندازیم میجوشونیم انا که تیار شد بعد ادروش اینا دونه پونه میندازیم حولوی شیری این میشه چگالدک اونو سامبوسا ایش نونی چپوتی را می زنکای محله همش جمع میشن مثل ای اردو ای او چپوتی میکنی ای هم میشه این کلچی کلونم با شیرم میشه بعد روغنم میشه این شکروی توجیکی او میکنیم فطیر میندازیم میگودیم این بولوستا سالاد خروطو فطیر میکنیم خروط قطعی خروط نباشه چاکه قطعی انا میمونیم میندازیم چیزا پیاز از زیر بگ میکنیم در روغن زرد میریزیم ای بولوس خب سالاد پلات دیگه بدیل خمون باشه انا او قلمه 16 تا خطای انا یوش پخت پزی خیلی بودر زمان خاند خانفیته خیلی نیستم اینا میخوری بچه کدوی چی با کدو مانتو شیر کدو اینا نشوسته انا او گل چی میگن گل مانتو اوش توپا همی اردگاند میشه بچه خدم همی اول همی یورشگری هم خیلی دست همی نونی چپوتی باند خمیر کنم فطیر کلچی کلون باند همه هنر داشتم میکردم خدم همی خیلی همی کودکیم حواسم بودم همی وقتی که شاور اومدم همشه کردم همشه یاد گرفتم همه جودم که میشید میرفتم کلچی کلون میبستم چپوتی میباندم حاضرم هم خیلی کلچی کلون و قلمه و هم خیلی چیزا میپزیمیتیم تو یاد خیلی چپوتی کلچی کلون همشه میکنیم میتیم مردم حاضر زمان یه سالاد میکنن مثال منتورا میکنه قلمه را نمیدونن کلچی کلون هم خیلی که حاضر میرن میخرن بسیار سالی میخدم میدونم که ما پیش فقط میکردیم نونی تنقتی ما معرکمون با نونی تنق میذارونیم این ما یادش میام 75 رفتم فقط معرکم داغی دارم که نونی چپوتی کنم کلچه کنم ای بازار یکم چی نخرم نوروی کلچه را میخرن نونی نونبویی میخرن معرکاشون میذارونن فایده بخش این همه کسال اون موچ اکی نمی کسالای قند کسالای مثال چی اونا چی سری تزک آشی توپا همش فایده نکه بچه شلخای پودینای اینا کدوای اینیده اون موجده او سری تزک هممو آش توپاش دممو همش هم خیلیه مثال بگیریم دالده کردی اول همش ای بگاه تیار میکنی تر میکنی و را میمونی همشه به قاعده و قانونش که هوای مزه بروره شیره بروره و مزه شوه بخورن مردم بگن هزار رحمت خیلی کلا پوچه و شکمه و هم خیلی سفید میکنی نمک میکنی 2 روز در نمک خوب میکنی که مزه نده مزه برویه خیلی که شوربا کردی چکه اول پیاز گوشت سرخ میکنی کردشکه و پیاز همه ایره سرخ میکنی تف میتی که مزه چیشه نمک میچوشی کم ترتمد میدوزی بعد او میدوزی که همین چقدر ولازت شوده دخترم همین دختر دارم چقدر رنگ خودم هنرمنده همه هنر میکنن نه اشتپا میبرم خودم اوی سر وری دسته میزنم هم خیلی چقدر هنرمنده هم دخترم هم رنگ خودم چقدر هنرمنده نوروی رولتون کدش کبیریون ساسیسکا میارن میگم همین زهره میخره برام به همه کسلی همه پیش بچم داولینی نبود پیش کسلیای قهر نبود برای چی که خوداگ نمیخوردن با خدا این خانه در اوقات خاموش بگم نمیرم بگم که ای چقایشای خیلی بریم خوداگ بخوریم و نخود اوقات میلی سادگی بره خوداگ بخوری شیر میپزم اور بیرونشون میکنم میروان مغازه خوداگ میارم میخورم همه داوری پیش من کسی قند ندیده بودم ما داولینی را ندیده بودم بچم خیلی حال ای فکر فرزندو گوه داولینی بلند میشوه گوه میشن این می قند پا همه میشه بچه چی میشه ای شکم مادر میگرده ای داولینی میگه ای داولینی ای کجا ما داولینی پیش آدمای قدیم داولینی نبود ما ندیده بودیم داولینی را 10 کپی دریا گرید برای ایش بیار برای اوش بیار پرستامول بیار پرستامول همین مشت میخورن ما همین این همی شیلی تیزک میخوردم همون گریپ هم بیودم نتشیدم میونی شیربرینی بخورن این ماسکی توجیکی بخورن آخی ما چی بخورن این شیلی تیزک شیرکدو نکنی میخورن ولی بگو که روغن زرد در خروطا بریم روغن زرد بو میکنه خونه نیوره که ما نمیخوریم جای روغن زرد دیگه چیه روغن زرد پیش پیولقتی میخوردیم گوشت گوسفند میخوردیم خدا رحمتی هم گوسفند میکش دادرو میرفتن دومی گوسفند نمیخوام میبردن میخوردن
حالی گوسفند نیور بو میکنه روغن زر بو میکنه همین روغن زر چیزی است که بو کنه چند قبول دار بین جدا همتری میگفت خیلی انا کی دندونم به جای بای خپیده نمیشه با انا خپید دندون خشو باشه خپی خشو میزنی کلون بودی این معده یکو کلونم شکست دایره یار خطه مردم بازار رفتم که اینجا خدای بعد گرفتم و هم جزا دادم که دیگه گیردم که یعنی برهوس میگم میره کیم کجا وردم شما چی با که آوردم همه زدم بود این یکی بهشون رسوندن یک بتون خیلی میره بر من یه جور میرفتم به جامدم که بازیق میشتم بگو دا کوغا میدادم میگم بشینه یک کردورم تون و میادم میره به میزدم میشتن گیر تماشا کردم